شاید باورت نشه ولی مهمترین وسیله‌ای که یه نوازنده یا یه خواننده بهش نیاز داره همین کابل رکورده. حالا این کابل کارش چیه؟ بریم با هم دیگه با یه مثال ساده بهت نشون بدم. فرض کن شما نوازنده‌ای یا خواننده‌ای. وقتی می‌خوای از خودت فیلم بگیری، حالا چه داشته باشی چه پست بکنی، یه اجرای با کیفیتی از خودت ضبط بگیری، صوتی، تصویری یا لایو. الان مثلا من براتون اجرا می‌کنم بدون کابل، ببین کیفیت ویدیو چطوریه. خب 1 2 3. حالا اگه این عاشقی دل میکنه خودشو یه روز به تو وابسته کنه. کیفیت رو می‌بینید بچه‌ها؟ کیفیت اجرا رو ببینید. حالا کابل میزنم کیفیت رو ببینید. الان صدای منو با کیفیت کابل رکورد میشنوید. یه اجرا با هم انجام میدیم ببینید. حالا مگه این عاشقی دل میکنه خودشو یه روز به تو وابسته کنه. حالا بیا و ببین دلم چه کنه. قطعا الان متوجه شدی که کیفیت این کابل چقدر میتونه کیفیت کارتو ببره بالا. و اینکه نیازی نیست شما بخوای یه کارت صدای چند میلیونی تهیه کنی تا بتونی یه ضبط با کیفیت از اجرات داشته باشی. این هم صوتی هم تصویری هم به صورت لایو برات ضبط میگیره با بهترین کیفیت. نمونه‌های بیشترم تو هایلایت کابل رکورد رو پیجم گذاشتم. برای سفارشش هم فقط کافیه دایرکت پیام بدی.